سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک چگونه باعث حرکت زانتیا بر روی سه‌چرخ میشه؟ این سیستم به جای فنر و کمر شامل یک سیلندر و پیستون و یک مخزن گوی شکله. داخل گوی دیافراگمی از جنس لاستیک گاز را از روغن جدا میکنه. دو گوی تصحیح کننده ارتفاع نیز در جلو و عقب خودرو وجود داره که وظیفه نگهداری روغن اضافی رو داره. هر دو سیلندر بالای چرخ‌ها به یک گوی تصحیح کننده ارتفاع متصله. زمانی که چرخ‌ها به سمت بالا حرکت میکنه، روغن به وسیله پیستون وارد گوی شده و گاز درون جدار دوم فشرده میشه. در این حالت برای مقابله با کاهش ارتفاع خودرو، روغن اضافی از گوی تصحیح کننده ارتفاع وارد سیلندر میشه تا چرخ‌ها به سمت پایین هدایت بشن و برعکس. به محض برخورد چرخ‌های جلو با دست‌انداز، سنسورهای خودرو برای تنظیم تعادل فشار هیدرولیک رو به وسیله این مدار در دیگر سمت‌ها بالا و پایین میبره و با بقیه چرخ‌ها آماده برخورد میشن. زمانی که یکی از چرخ‌های عقب این خودرو خارج میشه، با توجه به مقدار فشار، روغن از گوی اصلی اون چرخ خارج میشه که این امر علت امکان حرکت خودرو با سه چرخ رو فراهم میکنه. تنظیم ارتفاع خودروهای هیدروپنوماتیک نیز به وسیله کاهش یا افزایش فشار روغن عمل میکنه و با توجه به وزن سرنشین‌ها ارتفاع خودرو رو ثابت نگه می‌داره. اما روغن سیستم از کجا تامین میشه؟ برای تامین روغن سیستم یک مخزن وجود داره که روغن از اون توسط یک پمپ به گوی‌های تنظیم کننده ارتفاع ارسال میشه. جالبه بدونید روغن ترمز و روغن فرمان نیز از همین مخزن تامین میشه و روغن در این سیستم ها در حال گردشه. در صورتی که یک مدار دچار مشکل بشه، یک شیر اطمینان روغن رو به سیستم هایی که از نظر ایمنی اولویت دارن بفرسته، مثل سیستم ترمز. از معایب این سیستم اینه که نشتی روغن در یکی از مدارها مابقی مدارها رو تحت تاثیر قرار میده. این یکی از علتهای بالا بودن هزینه تعمیر و نگهداری اونه. با توجه به این سیستم تعلیق روی خودرو زانتیا و دیگر مزایا و معایب اون، آیا به نظر شما این خودرو ارزش خرید داره؟